دوستان هنرمندم سلام، وقتتون بخیر. با آموزش خیاطی بدون الگو در خدمتتون هستم. امروز میخوام با استفاده از پارچه بافت یک مدل کلاه رو بهتون آموزش بدم که تو این فصل بتونید استفاده کنید. برای این کلاه اندازه هایی که میگم اندازه های خانم ها هست، ولی شما میتونید اگر برای بچه ها میخواید بدوزید توی کپشن رو بخونید و طریقه اندازه گیری رو یاد بگیرید. مستطیلی اول پارچه رو تا میزنم، بعد مستطیلی رو برش میزنم به اندازه 25 الی 27 سانت و طول 60 سانت که من الان این پارچه رو برش زدم. البته شما باید بر حسب دور سر کشسانی پارچه های بافت رو هم در نظر داشته باشین، چون بعضی از پارچه های بافت کمتر کش میان و شما اون عدد رو مثلا 27 میکنید، اما اگر که کشسانی بالایی داشتن 25 هم کفایت میکنه. بعد این قسمت رو با فاصله یک پایه چرخ یک دوخت میریم، یک دوخت خیلی ساده و اتو میزنیم. تا این مرحله من این قسمت رو با فاصله 1 سانت دوختم، سردوز زدم و اتو زدم و طوری این قسمت رو اتو زدم که این در مابین و وسط قشنگ این کار قرار گرفته. حالا از قسمت وسط، از خط وسط 3 سانت از خط وسط این سمت علامت میزنم، 3 سانت هم از این سمت که روی هم بشه 6 سانت و این 6 سانت باید وصل بشه. از این طرف من 10 سانت علامت میزنم، از سمت مقابلم همینطور. این 3 سانت باید به صورت هلال به این قسمت دایره وصل بشه. حالا این قسمت رو برش میزنم. برای اینکه قرینه در بیاد بهتر اینه که تا بزنیم و به این شکل برش بزنیم. خب حالا این قسمت کلاه رو با فاصله 1 سانت میدوزیم. این قسمت کلاه رو هم از اینجا میدوزیم تا سر این 3 سانت، از این سمت مقابلش هم میدوزیم تا سر 3 سانت و برمیگردونیم و اتو میزنیم. خب من این قسمت ها رو دوختم، سردوز زدم، اتو زدم. حالا از این قسمتی که باز گذاشتیم کلاه رو به صورت کامل برمیگردونیم. حواستون باشه که این گوشه های کار رو خیلی تمیز برگردونیم به سمت بیرون. بعد از اینکه برگردوندیم یک دور دیگه اتو میزنیم و این قسمت رو ببینید، این قسمت هلال کلاه رو بعد از اینکه اتو زدیم به این شکل تا میزنیم به سمت داخل و میدوزیم. من الان کارشو انجام میدم و خدمتتون نشون میدم. دوستان من این قسمت رو کاملا دوختم، اتو زدم، این قسمتم اتو زدم. برای این قسمت باید الان از مرکز کار 3 سانت از هر طرف علامت بزنیم، 3 الی 4 سانت از هر طرف با خودکار حرارتی یک علامت میذارم. 4 سانت هم از مرکز به سمت پایین علامت میزنم. بعد
کلاه رو به این شکل برمیگردونم، 4 سانتم از این سمت دیگهش علامت میزنم. از هر دو طرف باید 4 سانت علامت داشته باشیم. این خط رو ببینید، این علامت 3 الی 4 سانتی رو تا نزدیک تا راستای این 4 سانتی که از قد علامت زدیم یک دوخت میرم، یعنی یک دوخت از اینجا به موازات هم تا این قسمت که همه قسمت ها هم همون 3 الی 4 سانت باشه. این قسمت رو من الان دوخت میرم بهتون نشون میدم. خب دوستان، من این 3 سانت این قسمت رو ببینید دوختم از قسمت 4 سانت پایین تر تا 4 سانت این سمت که با هم دیگه میشه 8 سانت. 3 سانت دوختم و به این شکل اتو زدم. این قسمت بالای کلاه ما رو تشکیل میده. قسمت گرد رو هم به این شکل میدیم داخل کلاه. این قسمت حالت آستر کار ما رو داره. وقتی که تا آخر این قسمت داخلی رو توی کلاه بردیم، صاف میکنیم از همه طرف. صاف که شد، این قسمت های این گوشه رو ببینید یه حالت گردی این قسمت ها داره. وقتی ببرید کاملا بالا، به بالای کلاه برسه، دوتا درزای وسط به هم رسید، این قسمت کار رو در حد 2-3 سانت و این قسمت هم قرینه یعنی همین طرف رو در حد 2-3 سانت چند تا کوک چرخ میریم روشو و هرچی دوست داریم این قسمت گوشه کلاهمون رو میتونیم تزیین کنیم و کلاهمون به این شکل میشه. شما میتونید این کلاه رو برای زنونه یا برای بچگونه درست کنید و استفاده کنید. توضیحات اتو و اندازه کلاه رو من در کپشن می نویسم و میتونید اونجا مطالعه کنید و نکات مهم اتوی پارچه های بافت رو اونجا بخونید و اینکه برای من کامنت بذارید از نحوه آموزش اگر که پیشنهادی دارید یا اگر مدل خاصی مد نظرتون هست حتما توی کپشن برای من بنویسید. ممنون از لایک ها و حمایتاتون، خیلی ممنونم. شبتون بخیر.